أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون افتراه، آیا میگویند امی مشرکین افترا کرده ای را پیغمبر؟ قل فاتوا بعشر سور مثله، قل برایشان بگو فاتوا بیاورید شما بعشر سور مثله، 10 سوره مانند قرآن کریم شما بیاورید، مفتریات ازمی ساخته شده. ودعو طلب بکنید من استطعتم، او کسی را که شما توانش دارید، توان طلب کردن امور دارید، من دون الله و غیر از الله جل جلاله، این کنتم صادقین اگر هستید شما راستگو. یا این قرآن کریم هم ارتباطش به ما قبل و می است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که دعوت کرد مشرکین را، مشرکین دعوت پیغمبر خدا را قبول نکردند. قرآن کریمی که معجزه بود به پیغمبر، یکی از معجزه های پیغمبر صلی الله علیه و سلم خود قرآن کریم بود. قرآن کریم معجزه پیغمبر صلی الله علیه و سلم، مثل که به دیگر انبیا عصا چوب حضرت موسی علیه السلام، لمس کردن حضرت عیسی علیه السلام که لمس میکرد همو پیسی مادرزاد یا کور قدرتی پروردگار بینا میشد، کور آدم پیسی جور میشد. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم معجزه‌اش خود قرآن کریم بود. این قرآن کریم، نزول قرآن کریم دلیل بود به نبوت پیغمبر خدا. نزول قرآن کریم خودش یک دلیل به پیغمبر صلی الله علیه و سلم و پیغمبریش بود. وقتی که وحی به پیغمبر خدا آمد، پیغمبر به مو سلسله وظیفه خود وحی خدا را بر مردم رسانید. مشرکین گفتند که ساخته شده خود محمد است. همین میگه پروردگار، میگه ام یقولون افتراه، آیا میگویند اینا افترا کرده ای را پیغمبر. افترا اونمو است یک چیز را خودت بسازی، با زور نسبتش بکنی به دیگه کس. مشرکین فکر میکردن که خود پیغمبر ساخته شده دست خودش است، با زیر نسبت میده به الله جل جلاله. هم یقولون افترا، آیا میگویند افترا کرده ای پیغمبر؟ قل برایشان بگو فاتوا بیاورید شما به 10 سورین، به 10 سورت، یعنی 10 سوره امی مطابق امی باور خودتان. وقتی که شما باورمند به این
ساخته شده خود محمد است. پیغمبر از جنس بشر است، شما بشر هستی، شما انسان هستی، پس شما هم از امو ساخته شده از او شما هم یک در سوره را جور بکنید. تو به عشر سورین، پس بیاورید شما 10 سوره مثلی مانند زیره مفتریاتن ساخته شده. وقتی که شما باور به این داره که ساخته شده است، شما هم از اون ساخته شده شما هم یک در سوره را بیاورید. ودعو من استطعتم، طلب بکنید کسی را که شما توان طلبش دارید، یعنی هر کسی را که میتونید جمع بکنید جمع بکنید تا که شما را در امی جور کردن ترتیب 10 سوره قرآن کریم مانند 10 سوره قرآن کریم شما هم یک 10 سوره را جور بکنید به همکاری دیگران. ودعو، طلب بکنید من استطعتم، کسی را که شما توان طلب کردنش دارید، من دون الله، بغیر از الله جل جلاله. این کنتم صادقین، اگر شما راستگو هستید، اگر واقعا شما در گپتان راست هست، صادق هستی که این کتاب الله نیست، از طرف الله نیامده بلکه از طرف پیغمبر است، پس شما انسان هستی، شما فصاحت و بلاغت بیش از حد شما دارید. شما بگیرید جور بکنید یک 10 سوره از قرآن کریم مانند سوره قرآن کریم یک 10 تا شما جور کنید. در آنها رو چه میکنید؟ یک سوره قرآن کریم هم جور کردن است. زیاد تلاش کردن جور کردن نتونستن. قرآن کریم کلام پروردگار است. هر کتابی که در دنیا است قدرتی خدا زمانه که سرش میگذره دیگو کمالش میماند، چون که ساخته شده دست بشر است. از چشم دید مفتح، مردم قدر علاقه به اون ندارن، لیکن قرآن کریم ببین چقدر قرن سرش تیر شده، هنوزم در بین مردم زنده است. همو عظمتش، همو ضرورتی که مردم به قرآن کریم میبینن، چون که کلام پروردگار است، جایگاه بسیار با ارزش و بالای دارد. هر کس که خوب متوجه میشه میفهمه که بله قرآن کریم احکام مضامینی که در این ثبت از درج است کلش به خاطر خیر بشر، به خاطر راهنمایی انسان هاست. بهترین مطالب پروردگار داری گنجانیده. باور میکند که کتاب بشر نیست، کتاب الله جل جلاله است. ودعو من استطعتم، پس شما طلب بکنید من استطعتم، کسی را که شما توان طلبش دارید، من دون الله، بغیر از الله جل جلاله، ان کنتم صادقین، اگر شما راستگو هستید. فإن لم یستجیبوا لکم، پس اگر اینا اجابت نکردن به شما، یعنی دعوت شما را قبول نکردن، فاعلموا، پس بدانید انما انزل بعلم الله، یعنی فإن لم یستجیبوا، پس اگر اینا اجابت نکردن لکم برای شما، فاعلموا، بدانید انما انزل، جزی نیست نازل کرده شده، به علم الله، به علم پروردگار، و الله اله الا هو، و یک نیست معبود بر حق الا هو، مگر امو الله جل جلاله. فهل انتم مسلمون، آیا شما مسلمان هستید؟ یعنی تسلیم هستید به این؟ پس اگر اینا اجابت نکردن، یعنی چه معنا؟ امی چیزی را که از اینا درخواست شد از اینا جور نکردن، وقتی که قرآن کریم ساخته نتوانستن، پس بفهمن، باید این بفهمن که کتاب الله هست، این از جانب الله جل جلاله نازل شده. این اگر ساخته شده دست بشر می بود، ما هم بشر بودیم، ما هم صاحب کمال بودیم، باید جور میکردیم مثل قرآن کریم. وقتی که نتوانستیم جور کردن از این را جور کردن نتوانستیم، معلوم میشه که از بشر نیست. فإن لم یستجیبوا، پس اگر اینا اجابت نکردن امو گپ شما را، امو درخواست شما را، فاعلموا، پس بدانید انما انزل،
جز این نیست. امی نازل کرده شده امی قرآن کریم به علم الله، به علم پروردگار. یعنی قرآن کریم یعنی علم پروردگار است. توسط علم پروردگار این وحی شده، فرستاده شده به پیغمبر. یعنی کلام الله جل جلاله است و از پیش پروردگار، علم پروردگار است در این کتاب درج است. یعنی از جانب پروردگار است. و ای که الله اله، و ای نیست معبود بر حق الا هو، مگر الله جل جلاله. فهل انتم مسلمون، پس آیا شما مسلمان هستی؟ یعنی شما تسلیم ازی هستی؟ اگر تسلیم باشی، اگر تسلیم شوی، به حق بودی، به حق روان بودی. و اگر تسلیم نشوید، به این معنی است که یا شما دشمنی داری با پیغمبر، دشمنی تان مانع میشه که قبول بکنید، یا دیگه غفلت بیش از حد در حسی خود انجام میدید. چرا؟ حقانیت قرآن معلوم دار است، معلوم دار است حقانیت قرآن، نزول قرآن کریم معلوم دار است. پس این دعوای پیغمبر که میگه که از جانب پروردگار است، این بر حق بوده. من کان یرید الحیات الدنیا، کسی که میخواهد زندگانی دنیا را و زینتها، زینت دنیا را، نوفی الیهم، پورا میدهیم ما به او، اعمالهم، اعمالشان، یعنی جزای عملشان ما در دنیا برشان پورا میدهیم. و هم فیها لا یبخسون، و ایشان در امی دنیا لا یبخسون، کم کرده نمیشه برشان جزای عملشان. من کان یرید الحیات الدنیا، کسی که اراده میکند زندگی دنیا را. یک نفر کل کار بارش، همه فکرش، حواسش، کل چیزش به دست آوردن دنیاست. تلاش میکنه که همین دنیا، میگه که من زندگی خوب داشته باشم، خوب زندگی داشته باشم، شهرت داشته باشم در بین مردم، مردم مرا باعث یک سخی، یک آدم جوانمرد مرا بشناسند، مال فراوان، زمین زراعتی بیش از حد، مواشی بسیار زیاد داشته باشم، شهرت بسیار بالا داشته باشم در دنیا. و به خاطر به دست آوردن همین چیز کوشش میکنم، تلاش میکنم. پروردگار میگه میتونید ما برشیده، یعنی تلاش شما به ثمر نمیمونه. هر چیز را که خواسته باشه در دنیا ما برش میتیم. حتی میگه در دنیا کم کردن نمیشه، همون چیز را که خواسته ما برش همون را میتیم. لیکن چون که به آخرت کار نکرده، در آخرت کدام چیز نصیبش نمیشه، در آخرت کدام حسی برش نصیب نمیشه. اگر کافر باشد خود صحیح است. چرا؟ کافر کل کشگیرش دمی است که دنیای ما خوب باشد، بهترین دنیا را برش پروردگار نصیب میسازه مطابق ذوق خودش. چون که ایمان نداره، به ایمان از کافر است. مدار اعتبار عمل انسان در آخرت ایمانش به پروردگار است. وقتی که ایمان نداشته باشد یک نفر، هر قدر کار نیکی که در دنیا انجام بده، در آخرت کدام حسی برای تو داده نمیشه. و نتیجه پاداش عمل نیکش پروردگار مطابق عدل و انصافش در دنیا برش میده. در آخرت چون که ایمان نداره، در آخرت برش نمیده. یکی مسلمان از مسلمانی است که در دنیا کار میکنه. مسلمان طبیعت بشریش میاد میگه من زندگی خوب داشته باشم، لیکن در فکر آخرت نیست. تلاشش به خاطر پیشبرد دنیاش است. در اسی تلاش اخروی خود کوتاهی میکنه. این کوتاهیش قابل اعتبار است، یعنی مطابق کوتاهیش پروردگار برش جزا میده. بعد از او باز مطابق ایمانش، چون که مؤمن است، پروردگار جزای عمل نیکش هم برش میده.
اما در دنیا چون که به آخرت خود حق تلاش نکرده، وقتی که نکرده مطابق اونمو فکرش، مطابق اونمو تلاشش، پروردگار در آخرت به امرش برخورد. یک نفر انسان عقلمند است، داناست، مؤمن واقعی میفهمه که دنیا درست است پیدا شده، لیکن من مسلمان هستم، باید آخرت خودم مد نظر بگیرم، با آخرت خودم کار بکنم. اونو است که پروردگار هم دنیایش برش میته خوب میسازد، هم دیگه آخرتش. مردمای عاقل، مردمایی که درک خوب صحیح دارن از دنیا، اونا هم دنیا و دنیا خود کار میکنن، هم با آخرت. اویی که افراط و تفریط میکنه، او کوشش میکنه که یک طرفش برابر باشه، خود به یک طرف میندازه. وقتی که به یک طرف انداخت، طرف دیگر خدا نصیبش نمیسازه. اگر میسازه مطابق اون قدری که خود ازی تلاش کرد. امیر میفرماید کافر دیدی، کفار عموما او خود معتقد با آخرت نیستن. عموما تلاششان دمی است که در دنیای ما باید پیش رفته باشد. همه چیز زندگی ما در دنیا برابر باشد. خداوند جل جلاله در دنیا همه چیز زندگیشان برابر است. اما در آخرت چون که ایمان ندارن و به آخرت خود کار نکردن، وقتی که کار نکردن خداوند جل جلاله در آخرت کدام مصیبتشان می‌آورد. اونا میگن که ما بسیار نیکی کردیم، به بشر ما پل ساختیم، بشر سرک ساختیم، نیکی کردیم به بشر بدون از اینکه در نظر بگیریم که مسلمان است یا کافر است. خوب کمک ها کردیم، بدلی کمکش پروردگار در دنیا برش داده. بدلی کمکش پروردگار در دنیا برش داده، در آخرت کدام مصیبت برش نیست. اگر ایمان میاره، قبول میکنه پروردگار، دین قبول میکنه، در جریان علمی زندگی خود در دنیا متوجه میشه که آخرت بر حق هست. خدا توفیقش میده، در تلاش از این میباشه که من یک راه خوبی را پیدا بکنم، توفیقش میده، مسلمان میشه. اینیش از تو اعمال نیکی که انجام داده خودش پیش پروردگار قابل حساب است. آخرت خوبی را هم پروردگار نصیبش بسازه. اما نفر نمیبینیم که مسئول میباشه که کار بارم همیتو رونق پیدا کرده میره، او هم دیگه فکر میکنه که نیست میره، هموش پروردگار برش ترک میده، لیکن در حصه آخرت خود توجه نداره. متوجه به این نمیشود که من چی دارم، یعنی آخرتی هم دارم، باید نیت خودم یک بسازم، با آخرت خودم یک چیز کار بکنم. در فکر از اون نمی باشد. وقتی که نباشد پروردگار آخرتش حصه در آخرت اگر داره مطابق عملش داره، چون که عملی به آخرت نکرده بود یا کرده بود کم کرده بود، اونمو قدر برش پروردگار میده. یک نفر دیگه هست میفهمه که دنیا گذراست، میکنه کار بار، اما در فکر از است که باید من چه بکنم، سرمایه گذاری خدا یا اعمال را انجام بدم که در آخرت به درد بخوره. در فکر چه میکنه، انجام عمل اخروی خدا میشه. من کان یرید الحیات الدنیا، پس کسی که است میخواهد زندگانی دنیا را و زینتها، زینتش مراد از زینت میگه خوب، موتر خوب داشته باشم، زن خوب داشته باشم، اولادای خوب داشته باشم، زمینای زراعتی خوب داشته باشم. یک جای از ارزش زمین و زمینداری پیش مردم زیاده، یک جای دیگه از مال و مالداری از میگه که من خوب مواشی مال فراوان داشته باشم. او آرزویش نیست و دمی آرزو تلاش میکنه، تلاش خود کلش دمی به مصرف میرسه. نوفی الیهم اعمالهم، پورا میدهیم ما به همی شخص اعمالهم، اعمالش یعنی جزای عملش ما برش میدیم، تلاشش کوششش ما هدر نمیدیم.
ضایع نمیسازیم، بدلی کوشش برش میتیم در دنیا. و کن فیها لا یبخسون، در همین دنیا از یه چیزی کم نمیشه، یعنی کم نمیسازیم، بدلی اعمالش در دنیا برش میتیم. اولئک الذین، لیکن این مردم ها کسانی هستند لیس لهم فی الاخرة، نیست بر از اینا در آخرت الا النار، مگر آتش. در آخرت دیگه چیزی ندارد اینا. و حبط ما صنعوا فیها، ضایع شود آنچه را انجام دادن فیها در این دنیا. و باطل است ما کانوا یعملون، آنچه که بودن عمل میکردن. یعنی اعمال را که انجام داده بودن در دنیا بدلی از او دیگه در آخرت برده. اگر مسلمان است با آخرت خود کار نکرده، با آخرت خود کار نکرده، طبعا وقتی که با آخرت خود کار نکرده باشد و ایمان است که در آخرت خودم عمل بالای را انجام نداده که پروردگاری را بدون از اینکه در دوزخ ببرش و جنت ببرش. میبینه مطابق اون قدر کار کرده خود عذاب میبینه، بعد از پروردگار باز و جنت میبرش و نعمتهای جنت میبرش. و اگر کافر باشد پس برای کافر همی است که دیگه او بجز اون آتش دوزخ، دیگه اون نیکیایی که کرده، چون اون نیکی‌ها بدلیش در دنیا برش داده شده، در آخرت کدام کسی نداره. اولئک، همی گروه، همی مردما، الذین، اینا کسانی هستند لیس لهم، نیست برایشان فی الاخرة، در آخرت الا النار، مگر آتش. چرا؟ به خاطر از اینکه یا به آخرت کار نکردن. کافر اگر بود با آخرت باور نداشت، کل تلاش خود در دنیا کرد. مسلمان اگر بود همی زیبایی دنیا به اندازه مصروف ساخته بود که احکام خدا از پیشش ترک شد. اما پیر کار بار دنیا قدر پر زرق و برق برای آدم خود نشان میده که کلی چیز یادش میره. نه نماز، اگه بگویش که وقت نماز هست میگه باش که کار این وقت کار است. او احکام خدا همین محبت بیش از حد سبب میشه که از یاد خدا، از احکامی که خداوند سرش فرض گردانیده او هم از پیشش بره. لیس لهم فی الاخرة، نیست برایشان در آخرت الا النار، مگر آتش. و حبط ما صنعوا، ضایع شده آنچه را انجام دادن فیها در این دنیا. و باطل است آنچه که بودن عمل می، یعنی کاملا پذیرفته نمیشه. باطل همی است که از اساس به بنیاد، یعنی اعمال نیکشان چون که بر روح ایمان نبود، یعنی ایمان نداشتن، دیگه اعمال نیکشان در آخرت کاملا ضایع است، هیچ قابل حساب نیست پیش پروردگار. و باطل است ما کانوا یعملون، آنچه را که بودن عمل میکردن، ضایع است. طبعا چیزی که در دنیا برش نصیب میشه گذراز، فانی است، از بین میره. و چیزی که بدن بخور است پشت از اون میگرده انسان. چیزی که دائم است، همیشه است، پشت از اون میگرده. وقتی کو از پیشش بره فلان یک سامان بسیار فلان غیر قابل برگشت، بگو زمین دنیا برای تو مساعد نمیشه که تو اونجا باز تلاش بکنی. آرزو هم میکنه انسان که کاش که من برگشت بکنم به دنیا، عقل خود از کار پرتم، کار به آخرت خود بکنم، لیکن اون برگشت دیگه نداره. این فرصت برش دادم نمیشود. بس